السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت جان صوت خوب صدا هست؟ علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. از یک جای خبر فهمیدیم که هم خیلی گوش کردیم که پیغمبر خدا کدوم یک به قتل رساندگی در عمرشان یک مرتبه یک نفر رو به قتل رساندگی بودن و در جهادهایی که در اشتراک میکردن این بیرون این موضوع جهاد باشد یا که در همون موضوع جهاد داخل میشود. پیامبر صلی الله علیه وسلم هم با علم، هم با راهنمایی، هم با جسد مبارکشان یعنی در این غزوه ها اشتراک میکردن. مثلا یک آدم عامی، یک آدمی پهلوانی خالی فقط با جسمش جنگ میکند. او نه تاکتیک جنگ میداند، نه قاعده جنگ میداند. او به کجا رو گوید هم طرف میرد. اون بهتر است یا اون آدمی که مردم اداره میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگاورا رو اداره میکردند، راهبرها رو تعیین میکردند. به فلان طرف هجوم کنید، به فلان طرف هجوم نکنید، فلانی ها قفانشینی کند. نقشه جنگ میکشیدند. یعنی غالبا پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی که در قفا، در جایی که با مشاورهاشون مشورت میکردند، اداره میکردند اونایی که در جنگ اشتراک دارند. بنابراین این آدم ها، من امروزه گنرال های و امروزه وزیرهای مدافعه در بین جنگ نیست کو، اونا در دیگر مردم اداره میکنند. مثلا شخصیت هایی که وفات کرد، کشته شد، اونایی چیکار کنند؟ یک گروه آدم ها باید اونایی گیرد تا اینکه دشمنان نبرند، بیارن جنازه کنن، دفن کنن. مثلا یک یراق اسلحه تمام شد، کی یراق اسلحه تشکیل میکند که بیارد مثلا. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در اکثر جنگ ها یعنی راهبر جنگ بودند به طریق اتوماتیک و راهبر غالبا مشغول به کشیدن نقشه و تعیین کردن جنگاورها و وضعیت رو اداره میکردن با جسمشان. یعنی همه وقت در پیش معرکه نبودن، نه از ترسشان. وقتی که در جنگ حنین آن آدم هایی که از گردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گریختند، آن آدم هایی که بیعت داده بودند که ما مردن به گردن میگوریم و گریختن نه، یعنی تا مرگ جنگ میکنیم، گفته بیعت کردگی ها گریختن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها ماندن. اونا در همه جنگ ها اگر راهبری جنگ کشته شود، غلبه در جانبی همان آدمایی که راهبری مخالفه کشتن. پیغمبر کشتن، تمام غلبه کردن دیگر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که گرد و اطرافشان بی آدم ماند، همه گریختند، به جای آنکه بجا شوند، به جای آنکه پنهان شوند، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، من پیغمبری که دروغچی نیستم. آدم ها در جنگ ها راهبری جنگ بجا میکنن، راهبری جنگ سرفرمانده ها پنهان میکنن موقعشه، چون که اون اداره هست. شتاب میگن کو شتاب بجا میکنن که نزند، شتاب زند همه چی برباد میره. دیگه این مردمی عمومی هیچ کار کرده نمیتوند. اینا همه شهید میشن دیگه. اینا رعایت اداره میکردگی، اینها به همین میدان آوردگی. این آدم کی هست؟ اساسگذار. اینا حرکت میکنن، دشمنا همین نقطه رو زنن حرکت کرد و حرکت میکنن. جنگاورها این نقطه رو از دشمن مخفی نگاه دارن. اینا نمیگن موقعی سرفرمانده پنهان میکنن. این چیزی مخفی هست. وقتی که مردم از گردی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگریزن، پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای اینکه مخفی کنن یا بجا شوند، میگن که انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، من پیغمبری حقیقی هستم، پیغمبری دروغی نیستم، من بچه عبدالمطلب هستم. گفته برعکس جاشون تعیین میکردن. این دلالت به شجاعت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این دنیا از روز آفرینش تا قیامت یگان آدمی نیست که شجاعت ترین از پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده شجاعتناک باشد. ناترس ترین مرد روی دنیا بودن. لیکن با وجود همین، شخصی که اداره جنگ در دست او هست، سرفرمانده هست، او در صف پیش نمی ایستد.
بنابراین از همین سبب یعنی عدد آنهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به قتل رسانیدن زیاد نیست.